بینندگان ارجمند همین طور دیداری افغانستان و ازبکستان شروع شد. یک ضربه خیلی سخت و همین طور حساب شده میشد. بینندگان ارجمند در دقیقه 42 منتخب ازبکستان پیشتر میگردد با گل خیلی هم زیبا. ضربه را اونچنان سخت اجرا کرد به کنار راست دروازه که دروازه‌بان منصور مرزایی هیچ کار کرده نتوانست. بسیار هم ضربه سخت. گوشه بالایی کنار راست دروازه را نشان گرفت. محمد خان اولیموف و به انجام میرسد. نیمه اولی رقابت افغانستان ازبکستان حساب 1-0 به فایده ازبکستان است. بینندگان ارجمند برمیگردیم با ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه. بازی افغانستان و ازبکستان صورت گرفته ایستاده است. ارتفتی توپ، ضربه با سر و گل. حساب 2-0 میگردد. ازبکستان و دوبل میکند بهروز جمعتوف. هتریکی و حساب 3-0 بینندگان ارجمند. 3-0. قسمت دوم خیلی هم جالب صورت گرفته ایستاده است. اشتباه کرد دروازه‌بان، از دروازه بیرون شد و به توپ رسیدن نتوانست. با یک رسشی خود جهانگیر هاشمبایف حساب را 3-0 کرد. یک امکانات دیگری گلزنی برای ازبکستان. حساب 4-0. لازیزبک میرزویف پس از کامبیناسیون خیلی هم عالی امیربک سعیدوف پس رو سر وقت با کناری چپ روان کرد و توسط کنار ضربه نوبتی و حساب 5-0 بینندگان ارجمند. گل پنجم رو امیربک سعیدوف به ثمر میرساند بعد از پس لازیزبک میرزویف. ازبکستان در قسمت دوم کلا بازی دیگر را نشان میدهد. تمام حمایتگران افغانستان قریب که در یک موقع قرار داشتند و خالی گذاشتند امیربک سعیدوف رو. امیربک سعیدوف آزادانه توپ را وارد دروازه کرد. آرامتر هم گردیدند. امکان زدن گل ششم و مرتبه ششم توپ وارد دروازه افغانستان می شود. شش بر 0. و همینطور بینندگان ارجمند در رقابت افغانستان و ازبکستان به انجام میرسد. ازبکستان با حساب 6-0 افغانستان را ناکام کرد و نورسان ازبک به صدر جدولی چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان نورسان تا 16 ساله میبرند با 4 امتیاز.